بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که در درس تفسیر همراه ما روزهای پنجشنبه هستید. امروز یکی از سوره هایی که اگر خیلی دربارش تفکر کردیم، تدبر کردیم و عمل کردیم به آن، واقعا زندگی ما تغییر می‌یابد. واقعا کی بودن خود را در روی زمین و چی باید کرد و چگونه به آن نعمت‌هایی که الله به من و شما در همین سوره وعده می‌دهد به آن رسیدن را در این سوره پیدا می‌کنیم. امروزه درس ما سوره انسان است. از نامش هم معلوم درباره من و شما، درباره انسان ها صحبت میکند پروردگار و در اولین آیت میگوید هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. الله میگوید در حقیقت برای انسان یک زمان گذشت که او هیچ چیز را نمیدانست. انسان از یک مرحله عبور کرده است، یک زمانی را پس سر کرده است که در آن وقت یگان چیز را نمیدانست. درباره انسانی که الله در این آیت میگوید که به تو یک زمانی گذشته بود که تو هیچی نمیدانستی، یگان چیز را نمیدانستی و تو خودت هم هیچ جایگاه نداشتی. بعضی از علما میگویند این حضرت آدم است. وقتی حضرت آدم را پروردگار از خاک می آفرد، 40 سال در آن جسم خاکی انتظار روح می ایستد. یعنی آدم روح نداشت و هیچ چیز را نمیدانست و هیچ قدر نداشت تا اینکه به آن روح دمیده شد و پروردگار به او علم آموزانید و حتی قدر او تا اندازه بالا شد که الله به فرشتگان امر کرد که به او سجده کنید. بعضی از علما میگن انسانی که الله در این آیت میگوید که هیچ چیز نمیدانست، این حضرت آدم است. بعضی از علما میگن که نه، تمام انسان ها وقتی که در شکم مادر هستند هیچ چیز در ذهنشان هم نیست و آنها یگان چیز خبردار نیستند، از یگان چیز خبردار نیستند تا اینکه به دنیا می آیند، کم کم بزرگ می شوند، کم کم خود را می شناسند، عالم را می شناسند، کم کم پروردگار خود را می شناسند. آن هم اگر الله هدایت کند، چون کم نیستند آنهایی که به دنیا آمدند، هوش و گوش و چشم دارند اما نه خود را میشناسند، نه دنیا و نه پروردگار را. همچون یک حیوان در دنیا زندگی میکنند و میروند و الله میگه زمان از سر شما گذشته بود که شما هیچ چیز را نمیدانستید، یگان چیز در ذهن شما نبود. این خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان ها را آفریدیم از چی؟ از نطفه که آن نطفه از نطفه زن و مرد، از آب زن و مرد آمیخته است. نبتلی، سپس ما او را امتحان میکنیم. سبحان الله، در تفسیرش آمده است که حضرت ابوبکر و حضرت عمر میگن کاش پروردگار بعد از آفریدن ما را امتحان نمی کرد. نبتلی، ما او را امتحان میکنیم، امتحان به سختی ها، امتحان به نعمت ها. میبینیم که در سختی ها آیا صبر میکند، میبینیم که در نعمت ها آیا شکر میکند یا نه. نگاه کنید، همین که خداوند آفریده شدن انسان را از نطفه گفت، یک بار بعد از آن کلمه ابتلا را آورد، یعنی امتحان را آورد که شما ای انسان ها چگونه که خلق شده اید که این حقیقت است، از آن جای گریز نیست، همان گونه امتحان می شود. پس صبور باشید. وقتی امتحان ها بالای سر شما آمد و امتحان فقط با سختی نه، فراغ دستی و نعمت هم امتحان است و خیلی امتحان بزرگ است که الله می بیند که تو با آن نعمتی که الله به تو داده است الان چی کار میکنی. در دوامش الله میگوید فجعلناه سمیعا بصیرا. و ما آن انسانی که هیچ چیز را نمیدانست، نشنیده میتوانست، ندیده میتوانست، سمیع و بصیر کردیم، یعنی شنوا و بینا کردیم. این ما هستیم که به شما شنوایی دادیم، این ما هستیم که به شما بینایی دادیم. شما باید قدر این نعمت ها و صاحب این نعمت ها را بشناسید. در دوامش الله میگوید این هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خیلی که در سوره بلد هم میگوید و هدیناه النجدین، و به او ما دو راه را نشان دادیم. الله اینجا میگه ما به او راه را نشان دادیم، یا راهی
مؤمن بودن و شکرگزار بودن به پروردگار، یا راهی کافر بودن و ناسپاسی به پروردگار. یعنی همون گونه که به تو گوش و به تو چشم داده از پروردگار، همون گونه در وجود تو دو راه را نشان داده است، یا گفتیم در قلب تو، در ذهن تو، در وجدان تو. این راه راهی نکوکاران است، این راه راهی بدکاران است، این راه راهی سپاسگزاران است، این راه راهی ناشکر و ناسپاسان است. کدامی رو اختیار میکنی؟ یعنی اصلا تو گفته نمیتوانی که من راه گم کرده موندم، من نفهمیدم. نه، بعد از آمدن پیامبران صلی الله علیه و سلم، آخرین پیامبر ما و علیهم السلام و دیگر پیامبران، بعد از آمدن کتاب پروردگار، بعد از آمدن علمای ربانی که آنها جانشین پیامبران هستند، تو گفته نمیتوانی که من راهم را گم کردم و ندانستم. راه را پیامبران نشان میدهند، راه را وارثان پیامبران نشان میدهند. این چونین راه را فطرت شما، وجدان تازه شما نشان میدهد. بدبخترین انسان هم دوزی را بد میبیند اما به آن دست میزند. بدبخترین انسان هم میداند که زنا کاری بد است. بدبخترین انسان هم میداند که گناه ها، یعنی در وجود و فطرت انسان ها همچون گناه سیاه نشان داده شده است. پروردگار میگوید بعد از آفریدن من به شما دو راه را نشان دادم و اختیارش را به شما دادم. کدام آن را شما اختیار میکنید؟ یا از جمله شاکران هستید یا از جمله کفر ورزیدگان یا ناشکرانی که به جای نعمتهای الله را در عبادت الله صرف کردن و خرج کردن، آن را در معصیت و در سرکشی از راه پروردگار صرف میکنید. بدترین ناشکری یا گفتیم از همه ناسپاسی بالاترین در دنیا این است که نعمت الله رو میگیری و بر کار انجام آن نعمت را تو خرج میکنی که الله از آن راضی نیست. و شکرگزاری این است که به هر یک نعمتی که الله از نعمت سلامتی و فراغ دستی و مال و فرزند و هر چی که داده است آن را در راه خودش صرف کنی. در دوامش الله میگوید ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا. ای آنهایی که از هر دو این راهی گناهگاران را انتخاب میکنید، بدانید که ما برای گناهگاران، ما برای کافران سلاسل، زنجیرهای و اغلال، دستبند و گردنبندهای آماده کردیم که دست آنها را میبندند به گردن و با آن زنجیرها آنها را کشاله کنان به دوزخ میبرند. در دیگر حدیث آمده است که آن زنجیری که با آن شما را از آن دستبندهایتان کشاله کرده میبرند، درازیش تا 70 ذراع، نزدیک به 70 متر می باشد. در دوامش الله میگوید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اما آنهایی که راهی بندگان شکرگزار را به خود اختیار کردید، آنهایی که گفته در این حیاتی که پروردگار به من داده است که من هیچ چیز را نمیدانستم، من اصلا نبودم و پروردگار مرا به این دنیا آورد و پروردگار برای من این حیات را همچون نعمت هدیه کرد. وقتی شما گفتید من این حیات خود را در راه خودش سپری میکنم، در راه بنده های نکوکار می روم، الله میگوید برای این ابرار، یعنی برای این نکوکاران، آنهایی که مردم را اذیت نمیدهند، پدر و مادر خود را اذیت نمیدهند، آنهایی که هرچی الله فرموده است دست به آن میزنند، هرچی که الله آنها را منع کرده است از آن دور میشوند. آنها می نوشند از جامهایی که آب آن آمیخته است با کافور. کافور خواهران عزیز یکی از نامهای جنت هست که ببخشید یکی از نامهای چشمه های هست که در جنت است و رودخانه و چشمه های جنت یکی نامش سرسبیل است، یکی نامش تسنیم هست، یکی نامش کافور هست و این چونین یکی نامش زنجبیل می باشد. کافور هم یکی از نام های چشمه های جنت است. پروردگار برای مؤمنان این چشمه ها را خصوصا 4 تاش که در قرآن و سنت آمدگی است آماده کرده است و از این هم زیاده است. پروردگار میگوید شما در آنجا
از آبهای می نوشید که آن از چشمه کافور است. بعضی از علما میگویند نه، کافور همون رستنی خوشبوی هست که وقتی آن رو کمی به آب علاوه میکنی خیلی بویش خوشرو می شود و کافور جنت هزارها و صدها مراتب بالاتر است از روی خوشبویی و از روی طعم از کافور دنیا. الله آن را در نظر دارد. بعضی علما میگویند نه، کافور مانند تسنیم و سلسبیل و زنجبیل این چه است؟ نامهای چشمه های جنت می باشد. الله در دوامش می گوید عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه هایی که بنده های الله از آن می نوشد، آنها یک با سختی یا گفتیم به شدت فواره زنان از پایان به بالا می برایند. در تفسیرش می گویند اینجا آثار است که وقتی که اهل جنت در خانه های بلند آشیانه زندگی می کنند، پروردگار ما را با رحمت خودش، عملهای ما که سزاوار جنت نیست، با رحمت خودش داخل جنت و داخل آن همه نعمتهای جنت گرداند. درباره‌اش میگن وقتی که اهل جنت یا جنتیان در خانه های بلند آشیانه خود زندگی میکنند، وقتی از دهلیز خود نگاه میکنند و میخواهند از آن چشمه ها بنوشند، فواره زنان چشمه تا آن بلندی میبراید و اینقدر خانه های بلند دارند و از آن بلندی وقتی که آب به آن بلندی فواره زنان میبراید، ما فانتن میگیم با کلمه روسی، آب های شلاله یا فواره زده. شما تصور کنید چقدر منظره زیبا هست که اهل جنت از همون دهلیز های بلند خود آن چشمه های پایان را با یک اشاره چشم به نزد خود صدا میکنند. در دوامش الله اکنون نگاه کنید، الله الان یک مقدار دوام نعمت‌های اهل جنت را در دوام سوره میگوید. مقدار درباره اهل جنت صحبت کرد. اکنون اهل جنت عملهایشون چی بود که به این درجه رسیدند؟ آنها چگونه انسان‌ها هستند؟ الله در آیت 7 میگوید یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اهل جنت آنهایی هستند که به نذرهای خود وفا میکنند. به نظر خود وفا میکنند معنایش این است که وعده هایی که به الله دادن و نظر خواهران عزیز از نیت فرق میکند. شما عادی نیت میکنید انشاءالله پولدار شدم، من همیشه در راه خیر میشوم، انشاءالله من علم آموختم، همیشه شاگرد میبرارم. این نیت های صالح یا نیت های نیک شما هست که به هر یک تای این حتی عملی نشود هم ثواب میگیرید، یک تا عملی شود از 10 تا 700 و از آن زیاد. اما نظر این است که یک چیزی که به خودتان فرض نیست شما فرض میگردانید. میگویید مثلا انشاءالله من فرزنددار شدم، یک گوسفند را به خاطر الله قربانی میکنم. انشاءالله از سفر مثلا فرزندم آمد یا شوهرم آمد، من 3 روز روزه میگیرم. یا اینکه انشاءالله من صحت شدم، هر روز 2 رکعتی نماز میخوانم، نماز شکر. این چی شد؟ این نذر شد. یعنی چیزی که به خودتون فرض نیست شما فرض کردید، اما با یک شرطی که اگر همین گونه شد این گونه میکنم. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم نذر رو میگن انسان های بخیل این رو انجام میدهند که خدای تو به من این کار رو کن، من هم این گونه کار میکنم. برای همین نذرها رو با الله این گونه شرط و شروط مانده کردن اصلا مکروه است، حرام نیست و مکروه است. اما یک نذر کردید و به نذر خود وفا کردید ثواب خیلی کلان دارد. و الله اینجا چی میگوید؟ صفت بهشتیان این است که یوفون بالنذر، به نذرهای خود وفا میکنن. یعنی یک به الله گفته باشن که همین کارم شد من این گونه میکنم، یا به الله برای خود چیزی رو واجب کرده باشند، آنها در همون عهد و پیمان خود می ایستند. برای چی؟ چون که آنها میترسن از آن روزی که بدی آن روز خیلی پر از دهشت و دوامناک است. کان شره مستطیر، یعنی اهل جنت همیشه در قلبشان ترس از روز قیامت دارند. روزی که آن روز 24 ساعت نیست، روزی که خیلی بردوام است، روزی که حتی یوم یجعل الولدان شیبا میگوید الله، کودک ها از علم و از غم آن روز یک بار پیر میشوند.
و اهل جنت همیشه در قلب خود ترس از آن روز قیامت را دارند. وقتی به کسی ظلم میکنند یا پیش از به کسی ظلم کردن یا اینکه پیش از به حرام دست زدن، اولین چیزی که به یادشان می آید آن روزی که کان شره مستطیرا، بدی آن روز خیلی بر دوام است. در دوامش الله میگوید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و جنتیان صفت دیگری هم دارند، صفتی که اگر آن صفت در من و شما باشد ما یک عائله خود را نه تمام شهر را آباد میکنیم. پروردگار میگوید و از طعامی که خودشان دوست می‌دارند در حالی که خودشان به آن نیاز دارند، از آن به بیچارگان، به یتیمان، به اسیران یعنی زندانیان می‌دهند. یعنی مومن آن است که اگرچه خودش فقیر باشد هم، اگرچه خودش نیاز به خوردن باشد هم، فراموش نمی کند بیچاره را، مسکین و کمبغل را، فراموش نمی کند یتیمان را، فراموش نمی کند زندانیان را. و الله میگوید آنها از همان خوراک میخورده خود که خود دوست میدارند باز دوست داشته و اصلا بخیلی نکرده، سختی نکرده به بیچاره و به یتیم و به اسیران یا گفتیم زندانیان از آن خوراک خود میدهند. دوامش رو ببینید، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ما این خوبی رو، یعنی من برای تو صدقه میکنم، من برای تو نیکی میکنم، من این کاری که میکنم لوجه الله برای الله انجام میدم، من نه از تو مکافات میخواهم نه از تو تشکر میخواهم. سبحان الله. یعنی خالصیت رو ببینید. بعضی علما میگن این رو حتی بدهان میگن که نه نه من از شما چیزی نمیخواهم، من فقط به خاطر الله کردم چون من از الله میترسم. و انما نطعمکم لوجه الله، من فقط به خاطر الله به شما خوراک دادم. بعضی از علما میگن که نیتشان وقتی که به بیچاره کمک میکنن، به یتیم کمک میکنن، به زندانی کمک میکنن، مقصدشان از او دعای خیر گرفتن نیست، مقصد آنها از او تشکر گرفتن نیست، مقصد آنها در دل او جای شدن نیست، مقصد آنها ریاکاری خودنمایی نیست، حتی از آنها تشکر هم انتظار نیستن. آنها میگن لوجه الله، من فقط به خاطر الله این کارم رو انجام دادم چون من از الله میترسم و این عمل را برای رضایت پروردگار انجام دادم. خواهران عزیز، امروز خیر کننده ها خیلی زیاد هستند الحمدلله، چی به یتیمان باشد، چی به درماندگان، چی به بیچارگان، اما چند درصدی آنها کارشان فقط به خاطر الله هست، الله میداند. چون که کسی به تو کمک میکند، یکی به او دستیاری نکردی، همان لحظه تو رو به منت کردن و طعنه کردن شروع میکند. وقتی که تو به من خیر کردی و از من چیز انتظاری، اینجا خیر تو به خاطر الله نیست، خیر تو به خاطر خودت هست که به من باز این هم خوبی کند. پس باید این نیت رو خواهران عزیز در قلبمون چگونه نباشد هم مستحکم بکاریم، جای دهیم. اون نیتی که وقتی به کسی خوبی میکنید، حتی شوهر باشد، حتی خسور و خوشدامن باشد، حتی پدر و مادرتان باشد، اون رو به خاطر الله انجام دهید، نه اینکه من میکنم که او کند. این وعده الله هست، این قانون الله هست. شما کردید شما میگیرید، شما کردید شما میگیرید. این وعده الله هست، لیکن نیت شما باید این باشد که شما به خاطر الله انجام دید. نکنید کاری رو که من میکنم که او هم خوبی کند. من کردم، یعنی اکثریت سوال ها همین گونه هستند، چرا همه این کرده های ما رو ندیده گرفت؟ پس تو برای الله نکردی، تو برای خودش کردی. و هر یک انسان هم این گونه خصلتی برگرداندن یا برای او این گونه یک خصلتی رو الله نصیب نکرده است که به خوبی ها خوبی جواب دهد. اکثریت هستند که خوبی های ما رو زیر زمین و زیر پا میکنن. اما وقتی شما گفتید من به خاطر الله این رو انجام دادم، شما چیزی انتظار نیستید، نه تشکر نه چیزی دیگر. و چقدر زیاد دیده هستم خواهران عزیز، خواهرانی که برادرانی که خیر میکنند و حتی دعا طلب نمیکنند که یکی کاری من به خاطر دعای این نباشد، کاری من برای الله بود، من از الله اجر خود را انتظار هستم. گویان دعا طلبیدن از کسی که شما گمان میکنید بیچاره است،
دعایش قبول است، حلال خور است، چیزی دیگر است. اما خوبی کرده در انتظار خوبیتون از او دعا انتظار بودن، اینجا این است که شما کارتون را به خاطر الله نکردید، شما از او چیزی دیگر انتظار هستید. یعنی این مسئله همین که الله میگه صفتشون چی است، خوبی میکنن و میگن من از تو تشکر هم انتظار نیم، از تو مکافات را هم انتظار نیستم، من این کارم را برای الله کردم و این معامله بین من و بین الله هست، خود پروردگار به من مکافات دهد. چرا این کارو کردم؟ این نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم و لقاهم نضرة و سرورا. من خوبی میکنم به بیچارگان، به یتیمان، به اسیران، یعنی به زندانیان. چرا؟ این نخاف من ربنا، چون ما از پروردگار خیلی میترسیم از آن روزی که مردم در دهشتند، گرفتارند، سرسانند و آن روز روزی کوتاه و زودگذر نیست، روزی خیلی دور و دراز است. ما از آن روز از غضب پروردگار میترسیم و این خوبی ها رو برای پروردگار انجام میدیم. سبحان الله. الله میگه صفت مؤمنان این است که خوبی ها رو برای پاداش از الله در روز قیامت گرفتن میکنن، نه اینکه پاداش از اهل زمین. فوقاهم الله شر ذلک اليوم، و پروردگار به خاطر این عملهایشان آنها را از شر آن روز نگه می‌دارد. آن روزی که همه سرسانند، همه از همدیگر می‌گریزند، آنهایی که در دنیا به خاطر الله عملهای صالح انجام دادن، و لقاهم نضرة و سرورا. الله اکبر. الله میگوید من آنها را در آن روزی که همه در عبوس و در قمطریر است، در سرسانی هست، بیچارگی هست، کسی از کسی میخواد کمک پرسد اما همه از همدیگر میگریزد. حتی الله چی میگوید؟ یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه. پدر و مادرت رو، فرزندانت رو، برادرت رو، نزدیکترین انسانها رو میمانی و میگریزی. الله میگه اینهایی که به خاطر من در دنیا عمل انجام دادن، عملهای صالح، علل خصوص دست بیچاره و دست یتیم و دست زندانی رو گرفتن، و لقاهم نضرة و سرورا. من به آنها در آن روز این گونه ملاقات میکنم، واخوری میکنم که سرور، خرسندی هم در داخل قلب آنها میشود و هم در چهره آنها. یعنی هم ظاهر و هم باطن من اینها رو خوشحال خواهم کرد. آن روز اینها سرسان نیستند، آن روز آنها در ندامت و در پشیمانی نیستند، بلکه میگویند الحمدلله آن روزی که برایش زندگی کرده بودیم امروز آمد. در دوامش در آیت 13-12 الله میگوید و جزاهم بما صبروا جنت و حریرا. و جزای این نکوکاران، جزای اهل جنت به خاطر صبری که در دنیا کردن. صبر خواهران عزیز در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صبر می شود در برابر مصیبت ها، صبر می شود در برابر انجام دادن فرض های الله، صبر می شود در برابر دوری شدن از گناه ها. یعنی تو برای از گناه ها دور بودن باید صبر کنی، چون گناه ها لذت و شهوت خودش را دارد که تو را به خود جلب میکند. تو صبر کنی و از آن دور شوی و فرض های الله، عبادت های الله، علل خصوص نماز های نصفه شب، سحر خستن در بامداد، در خنکی و در گرما، این عبادت ها، روزه‌داری و زکات دادن صبر میخواهد. و این چنین مصیبت هایی که بالای سرت می آید، به آن صبر کردن و به کسی شکایت نکردن و ناراضگی نکردن، اینها صبر میخواهد. و همین صبرها سبب می شود که شما در آخرت به جنت داخل شوید. در آیت دیگر آمده است، در سوره رعد بود خطا نکنم، که پروردگار یعنی به اهل جنت فرشتگان میگویند انا امروز این داره که شما داخل شده استاده اید بما صبرتم، به خاطر آن صبرهایی که شما کردید. اینجا الله چی میگوید؟ و جزاهم بما صبروا جنت و حریرا. و به خاطر آن صبرهایی که آنها در دنیا در برابر عبادت و در دوری از گناه و در مصیبت ها صبر کردن، جنت است و برایشان حریر است، یعنی لباسی خیلی قیمت بهای ابریشمین یا شالکی که در دنیا برای مردها حرام است اما برای زنها حلال است. در آخرت از آن شالک برای مردها هم
برای زنها هم حلال می شود. الله اکنون در دوامش چی می گوید؟ متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمس ولا زمهریرا. در جنت می گویند اهل جنت تکیه زدند به تخت ها. در آنجا نه گرمی آفتاب است نه سردی زمستان. یعنی باد و هوای جنت اینقدر مناسب است که نه تو گرم می شوی نه تو سردت می شود و خنک می خوری. و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. و شاخه های درخت برای آنها نزدیک می شود با سایه هایش و میوه های درخت زیر فرمان اهل جنت است. یعنی در حدیث آمده است که اینقدر جنت، خواهران عزیز، درختان جنت بزرگ است که در اطراف او وقت شما در اطراف تنش دور میزنید مدتی 100 سال دور زنید بعداً آن راه را میپیمایید و درازیش تا 1000 سال راه است. یعنی خیلی دراز و خیلی بزرگ و خیلی زیبا هست. ولی این درخت ها همشان زیر فرمان اهل جنت هستند. ما در دنیا اگر میوه خوردنی شدیم خیلی به عذاب شاخه درخت رو به خود کشاله میکنیم، میوه ها رو میکنیم. اینجا الله میگه نه، در آنجا شاخه های درخت خودشان نزد اهل جنتی که در تخت ها نشستن خم میشوند و میوه ها زیر فرمان آنهاست. اگر به میوه فقط اشاره کردی آن شاخه به نزد تو خم میشود و تو آن میوه رو به دست میگیری. سبحان الله. و ذللت قطوفها تذلیلا. میوه های درخت زیر فرمان اهل جنت است که هر جا رفتند و فقط یک نگاه کردن که تو رو میخواهم به نزدشان می آید. در دوامش الله میگوید و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریر من فضة قدروها تقدیرا. با جز این وقتی در تخت ها اهل جنت نشستند، یطاف علیهم بآنیه، در اطراف آنها خادمان جنت، یعنی برای جنت پروردگار مخصوص فرشته های را آفریده است در صورت زنها، در صورت جوان ها، در صورت کودکان خوشرو که آنها همیشه در خدمت اهل جنت هستند. و اینها میگوید در اطراف اهل جنت با جام های در ما میگن قدح و جام و یا استکان میگیم بروسی، با جام هایی که از فضه است یعنی از نقره است و این چونین با آب دست هایی که در داخلش آبگینه آب هست، با طبق هایی که پر از میوه هست. بجز اون میوه های درخت در اطراف آنها باز خادمان جنت با طبق های پر از میوه و با شیشه و با جام هایی که از نقره ساخته شده است میگردند. و عبدالله بن عباس میگویند اصلا نقره که در جنت است نقره دنیا نیست. آن طلایی که در جنت است مثل طلای دنیا نیست، نامش یک است و در صفت خیلی و خیلی اونی که از جنت است بالا است. الله میگوید قواریر من فضة قدروها تقدیرا. جام‌هایی که از آن آب می نوشند آنها از نقره هستند و آن خادمان به مقداری که اهل جنت میخواهند نه زیاد نه کم و کم آنها را سیراب میکنند. و خواهران عزیز، یکی از گناه‌های کبیره نوشیدن از طبق‌های طلا و نقرگین است که این یک نمود از خودروی یا از حد گفته بایی و در نعمت‌های دنیا داده شدن هست. ولیکن در جنت همه طبق و کاسه و چیزهایی که شما از آن می نوشید و می خورید از نقره و از طلا است. اما در دنیا برای مؤمن حرام است که از کاسه و طبق‌های نقره و طلاگین بخورند. و این چونین داده شدن به کاسه و طلاهای یا گفتیم کاسه و طبقهای قیمتی دنیوی، این هم از خصلت‌های زن مسلمان نیست که به این هم باید اهمیت دهیم. در دوامش الله میگوید و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. و آنجا آنها شراب می نوشند، نوشابه می نوشند که آن را با زنجبیل آمیخته کردند. زنجبیل خواهران عزیز این برست، با روسی زنجفیل هم میگویند ترکا. در تاجیکی ما زنجبیل رو در طرفهای
جنوب زیادی قرنفل رو زنجبیل میگن، اما زنجبیل همون این بیر خوشبو هست که یکی از نامهای جنت هم زنجبیل است، ببخشید چشمه های جنت. و این چونین خودی همون میوه زنجبیل که خیلی خوشبو هست و به سلامتی هم خیلی فایده دارد، در جنت هم از آن هست و آبی که از آن می نوشند با آن آمیخته شده است. عینا فیها تسمى سلسبیل، و الله میگوید در جنت چشمه هست که نام وی سلسبیل می باشد. در دوامش الله میگوید این همه نعمت های جنت است. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. و بجز آن خادمانی که در دست طبق های میوه و جام های نوشابه گران دور میزنند، در اطراف جنتیان جوان های هستند که آنها مخلدن، هیچ پیر نمیشوند و هیچ خسته هم نمیشوند. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقتی آن جوان پسرهایی که در خدمت شما هستند میبینید، گمان میکنید که مرواریدهای پوشیده شدن. خواهران عزیز، اگر مروارید رو بالای چیزی بپوشید خیلی خوشرو مینماید و زیبایی این خادمان جنت که بجز آن دیگر خادمان باز در خدمت جنتیان هستند، پروردگار میگوید اینقدر زیبا هستند و آنها نه خسته میشوند نه پیر میشوند که تو گمان میکنی مرواریدهای هستند که آنها رو پوشیدند. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. بجز این میگوید الله، بجز این نعمت هایی که الان به شما گفت از درخت و از میوه و از نوشابه و از این خادمان، اونجا میگوید یک ملکی بزرگ هم برای اهل جنت هست. یعنی بجز این همه که در تخت ها نشستند یک ملک دیگری دارند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آن ملک بزرگی که الله میگوید پایانترینش این است که میگوید تو اینقدر خانه بزرگ داری که برای خانه خودت را دور زدن 1000 سال یا 2000 سال میگذرد. و بالاترین آن ملک این است که تو در یک روز میتوانی پروردگارت را دوبار ملاقات کنی. در روایت دیگر آمده است که ملک بزرگ خانه بزرگی هست برای اهل جنت که در آن خیلی زیاد خادمان از فرشته ها هستند و پروردگار هر روز برای آن ولیش، برای آن بندش که در دنیا به خاطر الله زیست و عمل کرد، به آن خانهش فرشته را میفرستد که به بنده ام از من سلام و از من این هدایا را ببر و از نزد پروردگار برای او هدیه می رود. یعنی ملک کبیر خانه بزرگ اهل جنت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تا 2000 سال، یعنی کمترین آن این است که در خانه خودت دور میزنی. اینقدر بزرگ و اینقدر زیباست. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا. لباس های اهل جنت باشد از سندس است. سندس خواهران عزیز حریری خیلی نرم، یعنی شال که از حد نرم که اون هم رنگش سبز است. لباس اهل جنت را پروردگار چی میگه؟ خضر، سبز است. و استبرق و این چنین از دیباج، یعنی از شالکای نمودی کمی غوستر. و حلو اساویر من فضه و در دستهای آنها دستبانهایی هستند از نقره و در آیتی دیگر از نقره و از طلا. و سقاهم ربهم شرابا طهورا و پروردگارشان آنها را از آب پاک می نوشاند. حضرت علی میگویند آبی که شما در جنت در وقتی درآمد می نوشید، تمام آن غیظ و بدبینی و کین و چیزهای بدی که در قلبتان و در درون شما هست همش رو می شوید و آن آبی چی است؟ طهوری هست که انسانی اهل جنتی را کاملا پاکیزه می سازد. الله میگوید این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این همه نعمت هایی که به شما دادیم، این همه نعمت ها از آن خانه و قصرهای بزرگ، از این همه خادمان، از آن درخت و از آن لباس و از آن زیب و زینت و زر و زیورها، به خاطر چی؟ کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این مکافات برای شما هست و آن عملهایی که در دنیا کردید برای شکرگزاری به شما که شما تشکر کرده شوید. مشکور معنایش تشکر یا گفتیم
مکافاتانیده شوید برای شما دادیم. یعنی خواهران عزیز، پروردگار هر عملی که انجام میدهید وقتی خالصاً برای خودش هست، اون عملها رو فراموش نمی کند. چه خیلی گفتم، یک انسان خوبی های شما رو فراموش می کند، یک انسان بر ضدی یا گفتیم بر عکس خوبی های شما بدی می کند، اما آنی که عزیز و مقتدر است، آنی که غفور و رحیم است، آنی که اصلا فراموش نمی کند، برای شما به هر یک نیکیتان سزای شما رو می دهد، عاجلا یا که عاجل، یا هم در دنیا هم در آخرت. و بعضی ها در دنیا نه و فقط در آخرت، اما شما رو فراموش نمی کند. الله می گوید و کان سعیکم مشکورا، و آن عمل های کرده شما از طرف ما تشکر کرده شد که ما این نعمت ها را برای شما دادیم. و یک نفر در اینجا حدیث آوردگی هستند که یک سیاه‌پوست به نزد پیامبر آمده میگوید که پیامبر الله، آیا من مانند شما که شما سفید پوست هستید، مانند شما در جنت اون چیزی که شما در جنت میگیرید و میبینید میگیرم و میبینم؟ پیامبر میگویند آره، در جنت بین سیاه و سفید فرق ندارد. اهل جنت سیاه و سفید با اون نوری که الله میدهد از چندین هزار سالینه راه ها میدرخشند و هر عملی که شما کردید پروردگار به آن اجر شما را میدهد و اصلا نپندارید که شما خوبی های کرده اتان همین خیل رفت که خیلی زیادی ها حسرت میخورند، آره ندامت میکشند که این همه خوبی کردم و چیزی ندیدم. خوبی ها را به خاطر الله کنید و پروردگار اصلا فراموش نمیسازد. این سعیکم کان مشکورا، و این را ان شاء الله در قیامت پروردگار برای شما هم میگوید و آن سعی های کرده خود اجرهای خود را میبینید. چون گشته و برگشته این معنا در قرآن است که الله لا یضیع اجر المحسنین، اصلا ضایع نمی کند عملی نکوکاران را. اینجا خواهران عزیز تا آیت 23 و آخر می رسانم برای اینکه سوره انسان کمی درازتر است. تا از آیت 23 تا آخر الله نصیبمون کرده باشد به اذن الله پنجشنبه دیگه